الذين آمنوا یا ایها الناس، ای مردم کلوا بخورید مما فی الارض، آنچه که در زمین است، حلال است و طیبا و پاک است. یعنی اول باید یک چیز رزق حلال پیدا بکنین که بر شما حلال باشه خوردنش، حیوانات حرام نخورین. طیبا باید پاک باشه، امو وسیله که او رزق شما میخرین. بعضی کسا هست میرن مرغای کشته شدگی خارجی رو که کت برق کشته شده او را صاحب کیلو رانا را خریده میره یک زدگی پشت سرش هم نشست. برازیل، در برازیل کس الله اکبر هیچ نمیگه، فهمیدی؟ این بعضی خورده میگه حلاله بخور، بازو طیب باشه. وقتی بعضی کساس گوسفند حلال میخره لکن به پیسه حرام، این هم برازی ناروا هست. الله متعال میگه که چیزای حلال بخورین، پاک بخورین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و متابعت از گام های شیطان نکنین. شیطان چه قسم گام هست؟ میگه شیطان کس عادتش است به تو آستا یک گام پیش میه، یک گام پیش میه. در وقت کمونستا که بود، کمونستا میگفتن، میگه لنین برای ما گفته 2 قدم پشت سر برو، 1 قدم پیش برو. باز میرفت یک مولای مسجد خوب برش لنگی هم میخرید، یک چند پا ماش هم میدادش، باز خوب احترامش هم میکرد. باز میگفت چرا تو میکنی؟ میگی از این خاطر 2 قدم پشت سر میریم که خوب دلک از این مولا چی شوه، خوب دیگه برای ما گرم شوه. که گرم شد باز 1 قدم ما میپرتیم، یک زدن در فرقش میدیم، باز از بین میبریمش، نابودش میکنیم. الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان شما پیروی نکنین. یک روز ریش سرت کل میکنه، دیگر روز لباس های خودت خراب میسازه، استایل کفری در سرت میکنه، دیگر روز مویای کفری جور میکنه، استایل جور میکنه، دیگر روز لباس های خانم در سرت میکشه، میگه این استایل زنها هست. دیگر روز که باز آستا شد به این گناه ها که مبتلایت کرد، باز بالاخره از صغایر شروع میکنن در کبایر، دست کبایر به چی؟ به کفریات. بعضی کسا هست میگه گناه که صغیره هست اینا میکنن، این خود شیطان سرش جرأت پیدا کرد، در گناه صغیره خود گرفتمش، باز میره جا کبیره، باز میاد او مردم چقدر گناه میکنه، ما کمک گناه کردیم. شیطان برش میگه خب، میگه شیطان بر هر کس مطابق مزاجش یک شیطان روان میکنه. برای محصل یک شیطان محصل روان میکنه، برای مفتی یک شیطان مفتی روان میکنه. فهمیدید یا نه؟ برای مولوی خوبامت یک شیطان قوی که بازو فهمیده باشه او رایی میکنه تا کی چی کنه؟ گمراه بسازه. بس سیاستمدار خوبامت یک شیطان سیاستمدار روان میکنه. اینا لیده که مثلا چی کرد؟ ایده که در صغایر گرفت، باز میاد در کبایر. بعضی کسا رو میال شما سعی کنین 20 سال پیش سلوه گناهی صغیره میکردن، باز آمدن در کبایر، در قتل دیگه پاد ساردن. بالاخره سوم خطوه شیطان چی شد؟ که یاره با کفریات و با دوستی با دشمنای الله اینا رو وادار ساخت. متوجه هستین؟ الله متعال میگه ولا تتبعوا، و متابعت نکنین خطوات شیطان، از گام های شیطان، برنامه های شیطان که خطوه گام آیسته آیسته پیش میره. انه یقینا که شیطان لکم، برای شما عدو و مبین، دشمن آشکارا هست. حالا مثلا یگان گروپ ها رو جور میکنه به نام روشن فکر و تیز فکر و مثلا آزاد فکر و فلانی و جوانای دموکرات فلانی ولایت، جوانای دوراندیش فلانی قریه و این تو چیزا رو جور میکنه. بازی جوانه که سعی کنی خوب دیندار است، در اول خطوه شیطان اونجا باز برای یک ذره وقت ها میته که تو بخی یک بیان یک بتی، یک کمک رشدش میته، یک چرت یک ماش میتیش، یک چند چیز که برش داد، دیگر از خطوه دومی رو میاره، باز خود از این چی میکنه؟ غرقش میکنه در کفریات و در گمراهی. یک جوان سعی کنی که یک جوان ببینی که مثلا 10 سال پیش چه خوب جوان دیندار بود، حالا که ببینی گلمک جمع از جمع. اینه الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، انما یقینا که شیطان یأمرکم، امر میکنه شما را به سوء و بدیها. بدیها چی است؟ هر قانون کفری بدی هست. یک شیطان سوسیالیست را میسازه، یکیش دموکرات میسازید، یکیش کمونیست میسازید، یکیش دیگه گروپ میبرید، یکیش دیگه گروپ میبرید. اینه میگه به سوء. دیگه تا چی؟ در فحشا. پس وسیله شیطان یکی شبهات است، یکی شهوات است. شبهات در دین تو رو در شبهه میپرته، به عوض دین بگه قانون دیگر را براتون میارم. والا اگر دموکراسی را قبول نکنی، کدام قانون را قبول بکنی؟ باشه بگو قانون الله را تطبیق بکن. بگو این قانون الله حال مردم یعنی کفار بسیار زور هستند. بگو مسلمان ها در جنگ های صلیبی 200 سال جنگ کردند، بالاخره 200 سال بعد صلاح الدین ایوبی چی کرد؟ دوباره فتح کرد. قلب خدا معزز نمیتین. یکی از علما میگه انسان مسلمان که 3 چیز داره، 3 سنگر داره. یک سنگر جسمش است، متوجه هستین؟ یک سنگر سرزمینش است، یک سنگر دیگه قلبش است. بعضی اوقات میشه کافرها سرزمین مسلمان ها رو قبض کنن اما جسم از زیر گرفتن نمیتونن. بعضی اوقات جسم از زیر میگیره، در زیر قیدش میباشه
اما سنگر سومی قلب است. اگر باز قلب از دست بازی دیگه کافر میشن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. از این خاطر دشمنان اسلام چی میکنن؟ اول شبهات ایجاد میکنن. اسلام قابل تطبیق نیست، اقتصاد اسلام درست نیست. تو تطبیق کنید في اقتصاد اسلام. در عصر عمر ابن عبدالعزیز وقتی که اقتصاد اسلامی 100% تطبیق شد، یک خیراتخور و گدایگر در روی سرک پیدا نمیشه. میامدن مردم میگفتن یا امیرالمؤمنین حالا زکات برای کی بدیم؟ چرا میگه هیچ کسی زکات بگیره؟ گفت بریم این جوانایی که چی هستن زن ندارن برای زمیا کلشانه از این پیسه مال بیت المال برشان زن بگیره. انما یأمرکم یقینا که امر میکنن شما را به سوء و بدیها و الفحشاء و کارهای زشت و بی‌حیایی و ان تقولوا و این که شما بگویید علی الله بر الله ما لا تعلمون. این کار شیطان است. سومین کار شیطان چی است؟ که تو خودت بخیزی گپ سر الله بزنی که علم نداری. تو بگویی که شریعت الله قابل تطبیق نیست، اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نیست، جهاد دیگه از وجود نداره، شهادت دیگه هیچ نیست، حال فعلا جهاد قلم از دیگه مثل که یگان تا گپ میزنن یا کلشان هستن که سر الله سخنای میزنن که مالات علم. شما علم ندارید سر الله نه. نماز بی منفعت است، حجاب قلبی هست. این کسایی که گپا را میزنن کلش گپای چی هست؟ گپای کفری است که سر الله تهمت میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا. این کار شیطان است. شیطان میخواد که خودت بخی بیانیه بدی و خودت بخی گپ کفر بزن. بچه‌ن چیز شیطان چی میکنه؟ انما یأمرکم شیطان اول شما را به چی امر میکنه؟ به سوء و بدیها، به احزاب کفری، به قوانین کفری و الفحشاء دیگه به چی؟ به فحشا که 24 ساعت این موبایلت که سیل کنی اما تو دیگه تمام روز یک 40 تا تصویر بعد خو میبینی. به این گمراهی ها بازی کلش دروازه‌اش بر باز میمونه. رقص و موسیقی و ساز و تصاویر برهنه و فیلمای خراب کلش برات میمونه. و سوم کار خطرناک میکنه که بیخی باز از گناه به کفر میکشن. او چی است؟ و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. باز خودت من حیث سخنور میگی فلانی خان چقدر خوب سخنران است. تو بخی یک سخنرانی که بازی میخیزه که صاحب سوسیالیستی قدر خوب است، که دموکراسی قدر خوب است، که حال فعلا وقت تطبیق اسلام نیست، حال دیگه ما مجبور هستیم که بخیزیم قوانین کفری را تطبیق بکنیم. این الله متعال میگه که خوب تحت تاثیر شیطان رفتیم.